دوستان وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت 13 برنامه توضیحات ساده در خدمتتون هستیم. میخوایم راجع به ترمزها صحبت بکنیم که ترمزها چجوری کار میکنن، مکانیزم کارشون چجوریه. ببینید یه قرار قسمت 13 با هم دیگه میذاریم که من این قسمت براتون نمایش دادم. تمام قطعات متحرکی که وصلا با چرخ، هم سرعت با چرخ میچرخن و با آبی نمایش دادم. تمام قطعاتی که به شاسی متصل هستن و ثابت هستن رو با مشکی نمایش دادم. لنت ها حرکت جزئی دارن، با قرمز نمایش دادم در حد مثلا کمتر از 1 میلیمتر میکرو. بعد روغن ترمز رو هم با سبز نمایش دادم. بریم با هم شروع بکنیم. ترمزها دو دسته هستن. در ایران برای ترمزهای جلو فرانت از سیستم دیسک استفاده میکنن، برای قسمت عقب از کاسه ای استفاده میکنن، ولی در دنیا کاسه ای منسوخ شده و هر چهارتا رو دیسک استفاده میکنن به خاطر اینکه امنیتش بالاتر. ولی در یک سری از ماشین ها هر دوتای اینها ترکیبی از هر دوتای اینها استفاده میشه، مثل یه سری ماشین هایی که کارهای سنگین انجام میدن، مثل کامیون ها، مثل هواپیما، مثل قطار، واگن های قطار، از هر دوی اینها استفاده میکنن. در نظر بگیرید که گفتم آبیه هم سرعت با چرخ داره میچرخه، یعنی وصل به چرخ. دو تا پد قوسی شکل وجود داره که نگاه کنید، پد قوسی شکل از این ور اگه بهش نگاه کنم این دایره رو میبینم. این دوتا پدا این ضلع کناریشونه، درست شد؟ از اینجا لولا شدن، از اینجا متحرکن، با یه فنر جمع شونده به همدیگه نزدیک شدن. وقتی پاتون رو ترمز فشار میدین، فشار روغن میاد دوتا پیستون رو از همدیگه دور میکنه، درست شد؟ این قرمزا میچسبن به این آبیه که داره میچرخه و بر اثر استکاک سرعتش کم میکنه یا نگهش میداره. حالا اگه از کنار یعنی اینو اینجوری ببریمش، مقطعش رو نگاه بکنیم، میبینیم که یه قسمت ثابت داره که گفتم به شاسی وصله، قسمت لنت رو میبینیم و این کاسه ای که به صورت برعکس روش قرار گرفته و به چرخ ها وصله. آبی ها به چرخ وصله، مشکی ها به شاسی و محور ثابت وصله. یکی از مهمترین سیستم های ترمزی که امروزه داره استفاده میشه سیستم ترمز دیسکی هستش که به این صورته که یک دیسک چرخنده وجود داره که داره میچرخه، یک لنتی ثابت هستش که این لنت بر اثر استکاک با این دیسکی که داره میچرخه باعث ایستادن یا کم شدن سرعتش میشه. من اینو اینجوری ببرمش، از این زیر بهش نگاه بکنم، این تصویر رو میبینم، این مقطع رو میبینم که این دیسکمون هستش، این مجموعه کالیپر ترمز هستش، این هم دوتا لنت ها هستن. این میچرخه، داره میچرخه، چون این داشت میچرخه اینجوری میچرخید، پس این داره اینجوری میچرخه و توسط فشار روغنی که بهش وارد میشه دو پیستون رو به هم نزدیک میکنه و این لنت ها از چرخیدن این جلوگیری میکنن. اگه به جای روغن هوا استفاده کنیم سیستم ترمز پنوماتیک میشه، مال کامیونا. دوستان امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه دیگر شبتون بخیر، خدا نگهدار.